سلام دارم خدمت شما همراهان گرامی. ایام به کامتون باشه، تنتون همیشه سالم. سلامی هم دارم خدمت شما ایرانیان خارج از کشور. انشالله هر جای دنیا که هستید موفق و پیروز باشید. دوستان گرامی، من همیشه برای یه سری آموزشات که خدمت شما عزیزان میرسم و کاری به تلسمات ندارم. من تلسمات رو همیشه توصیه کردم به هیچ عنوان خودتون انجام ندید. درسته، من تلسمات رو داخل کانال میگذارم، داخل پیج میگذارم، فقط به خاطر اینکه شما اطلاع پیدا کنید کارها و دعا و تلسماتی که انجام میشه کاملا رحمانی و قرآنی هستن و برای این داخل پیج و یا کانال قرار نمیدم که شما بتونید به خودتون انجام بدید. اما اگر شخصی که دست به قلم هست، اجازه استاد رو داره و یا اینکه میتونه دعا و تلسمات رو انجام بده، مشکلی نداره. فقط باید شرایط انجام دعا و تلسمات رو حتما داشته باشه تا خدای نکرده مشکل، بستگی، ناراحتی و یا هر موضوع دیگی در زندگیش پیش نیاد. ما همیشه دعا و تلسماتی که انجام میدیم بعضی اشکال و شکل‌ها داخل این تلسمات حالا نوشته میشه که بعضی از عزیزان فکر میکنن که این اشکال و تلسمات متاسفانه شیطانی هستن. نه عزیزان، هر شکل، هر اشکالی که داخل این تلسمات میبینید به هیچ عنوان شیطانی نیستند. هر کدوم از اینها حرف و یا کلمه‌ای هستند به زبانهای مختلف که من اینجا از حرف قاف استفاده کردم و اکثر زبانها رو برای شما نوشتم تا متوجه این امر بشید. این اشکال هر کدوم معنای خاصی دارن و حرف خاصی هستن. امروز حرف قاف رو برای شما عزیزان اینجا نوشتم و جلوش زبانهای مختلف که در قدیم الایام به چه زبانهایی حروف قاف رو می نوشتم. حضرت آدم قاف شکلش بدین صورت هستش، حضرت ادریس، حضرت هود، حضرت نوح، اسکندریه، حضرت سلیمان، سامری، شجری، حبشی. زبانهای دیگری هم در این اشکال وجود داره به اسم قاف که من اینجا فقط چون جاش نبود و یک مقدار ویدیو طولانی میشد برای شما اینجا میگم که بدونید هر کدوم از این اشکال بی‌معنی نیستن و به زبانهای مختلف نگارش میشن، از جمله گلدانی، همیری، مهیونی، قطبی، یعقوبی، آسوری، یوسفی، خضری، ریحانی، نورانی و عمانی هستش. پس شما عزیزان متوجه این امر بشید. البته خیلی ها هستن از این اشکال، از این حروف ها و به زبان های مختلف دعا و تلسمات بد هم می نویسن، ولی اگر شما واقف بر این امر باشید که این اشکال هر کدوم به زبان های مختلف نوشته میشن، راحت‌تر به این باور میرسید که دعا و تلسمات همشون شیطانی نیستن و به خاطر اینکه شما عزیزان ندونید که معنا و مفهوم این تلسمات چی هستن، به زبانهای مختلف به صورت رمز داخل تلسمات نوشته میشن. امیدوارم از آموزشی که امروز خدمت شما عزیزان دادم رضایت کامل رو داشته باشید. لطف کنید زنگوله طلایی رو بزنید، سابسکرایب کنید. اگر سوالی دارید کامنت بگذارید، بنده جوابگوی شما عزیزان هستم. اگر دعا و تلسماتی میخواید رحمانی و قرآنی، با شماره‌ای که در زیر قرار دادم در واتساپ جوابگوی شما عزیزان هستم. تماس پیام هم جوابگو هستم. بنده حسینی هستم، استاد علوم غریبه در زمینه ادعیه و تلسمات قرآنی. یا حق.